هماهنگ کنون برای باشه. آقای شکاور یه رزومه کاری از خودتون میگین؟ من سال 80 وارد این حوزه شدم. سال 90 محسن طاووسی یکی از کارآموزای من بوده. من مدارکتون رو نگاه کردم متولد 83 هستید. چجوری؟ آجی میخوای کار ندی کار نده، چرا بهونه میاری؟ ای وای مهندس لینکامون ریخته، از صفحه 3 رفتیم صفحه 5. 5 دقیقه پیش دیدم. ریخته دیگه. آره دیگه، حالا اونو بده ببره، بعدم باهات صحبت میکنم. مشتری داره. مهندس همه رتبه‌مون ریخته دیگه، کسی به ما زنگ نمیزنه، نه کلیکی نه ایمپرشنی. تو رو خدا یه کاری بکن دیگه. برادر من آپدیت گوگله، دست من و شما نیست. بابا شما ماه 20 تومن دارید از ما پول میگیرید، حداقل به اون یه گزارشی یه چیزی نشون بدید. حالا ماهی 20 تومنه دیگه، حالا انگار چقدر داره؟ نمیبینی چقدر سرم کار ریخته؟ معلومه. آره مهندس، همونجوری که صحبت کردم ما یه سایت فروشگاهی داریم که می‌خوایم همه کاراشو بسپاریم به خودتون. یعنی از تولید محتوا واسه مقالات، واسه محصولات، بارگذاری محصول، دیگه کارهای فنی سایت، پیج اینستاگرام، لینکدین، کانال تلگرام، ریپورتاج، همه رو می‌خوایم بسپاریم به خودتون. اینو بی زحمتشو بکشید، با همون مبلغ 3 تومن هم قراردادشو بنویسید. ایشالله خدا بزرگه، ما بعداً فروشمون بره بالا خوب واسه سایت ها داریم هزینه کنیم، ولی الان راستیتش دست و بالمون خیلی خالیه. یه همکاری با ما بکن، دست درد نکنه. نشستم به در نگاه میکنم.